بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشین آقای انصاری. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری من حمید هستم، از تهران زنگ میزنم. آقا حمید بزرگوار، بفرمایید برادر عزیز. حالا شما خوبه؟ شرمنده من بالاخره تونستم بگیرم بعد از چند وقت. اصلا نه گوشیم آنتن میداد، توی جای رفته بودم شهرستان اصلا هم آنتن نمیده، ولی خب بالاخره تونستم بگیرم که عرض ادبی خدمت شما کرده باشم. سلامت باشید. خوشحال شدیم صدای گرم شما رو شنیدیم آقا حمید بزرگوار. سلامت باشین. فقط من در مورد موضوع برنامه های انصاری، من سواد درست حسابی ندارم، زیادم واسم مهم نیستش بخوام حالا علمای ما آخوندهای ما اینا چی گفته باشن، زیاد واسم شما خودتون واسم مهمین، حرفای شما واسم مهمه، اینا واسم مهم نیستن. اینا حرف زیاد میزنن، زیاد حرف میزنن، عمل نمیکنه، حرف دیگه مفت میزنه، دیگه دهن باز میکنه، حرف مفت میزنه. خب حرفی نیستش تو این. در هر صورت دوست دارم میگم، فقط من اینو می‌خواستم میگم، فقط قسم از زنگ زدن، فقط تشکر از شماست، چون من یه آدمی بودم آقای انصاری، حتی دلم میخوام بزنم، یعنی یه آدم یعنی بی‌در و پیکر بودم، یعنی یه آدم درستابی اصلا نبودم، یه جوان 25 26 ساله هستم، یعنی یه کار درستابی تو این دنیا تو این 25 سال نکرده بودم، ولی از موقعی که حدود 1 سال برنامه شما رو دارم نگاه میکنم، خدا وکیلی بگم از این رو به اون رو شدم باور نمیکنی. الله اکبر. یعنی زمین تا آسمون، زمین تا زیر زمین من فرق کردم، یعنی خداشناس، یعنی به سنت پیامبر، یعنی دارن یکی عمل میکنن، بلاخص که یعنی همه برنامه شما رو یکی به یکی، به خصوص برنامه شما رو نگاه میکنن، یعنی هیچ شبکه دیگه اصلا نمیزنن، تلویزیون باز میکنن فقط کانال شما، همینو بس، چیز دیگه باشه اصلا نگاه نمیکنن، تلویزیون میبندن. الله اکبر. فقط من زیاد وقت نمیگیرم، فقط قسم از زنگ زدن و مزاحم شدن وقت نگرفتن این بود که من از شخصا از شما، از برنامه‌تون، از دستاندرکارتون واقعا تشکر، سپاسگزاری داشته باشم. و همین دیگه، اونقدر یه خوشحالم، اونقدر حرف دارم که یعنی قلبم میزنه، نمیتونم ابراز احساسات کنم از خوشحالی که. سلامت باشین آقای انصاری. من دوباره اگه سر فرصت بخش شد هر هفته سعی میکنم باهاتون تماس بگیرم و از ادب خدمت شما داشته باشم. زنده باشید آقا حمید بزرگوار. قربان شما، خدا حفظتون کنه. سلامت باشید شما رو همچنان. خدا حافظ شما.